به تمام اهالی شهر هرات تسلیت عرض می کنم. الله متعال رفتگان بیامرزه و شهادتشان را قبول بکنه و به خانواده های محترمشان صبر جزیل عنایت بفرمایه و الله متعال به زخمی ها شفای عاجل نصیب بکنه. الله متعال آرامش نصیب همه اهل وطن ما و اهالی شهر هرات باستان بگردانه. الله متعال ترس و وحشت از ما و شما دور بکنه. الله متعال آرامش نصیب همه ما و شما بگردانه و الله متعال همه ما و شما را از آفات و بلیات نجات بده. الله متعال این امتحانات ارگای از ما میگیره و امیدوارم که با صبری که پیشه میکنیم از این امتحانها کامیاب به در بریم. انا لله و انا الیه راجعون. همه ما و شما از الله هستیم و به سوی الله برمیگردیم. همیشه باید آمادگی داشته باشیم.